وقتی به استان سیستان بلوچستان پا می‌گذارید، اولین چیزی که به ذهنتان میرسد چیست؟ محرومیت. احتمال می‌دهم این اولین کلمه خطور کرده به ذهنتان باشد. محرومیتی که روی کوچکترین مسائل زندگی تا بزرگترین آنها سایه انداخته و دامن این مردم را گرفته است. اما من اینجا نیستم تا ریز و درشت مشکلاتمان را برای شما بازگو کنم و برای تک تک آنها مطالبه گری کنم که این از عهده من و زمانی که در اختیار دارم خارج است. چیزی که امروز برای نجاتش اینجا هستم هنر مردم این خاک است، هنر سوزندوزی بلوچ، همان هنری که در جهان تک است، در ایران بی همتاست و با این حال روز به روز بیشتر مورد بیمهری قرار می‌گیرد. این هنر توانایی تبدیل شدن به یک صنعت بزرگ را دارد، صنعتی که می‌تواند شغل هزاران سرپرست خانوار باشد، صنعتی که می‌تواند گوشه‌ای از صادرات غیر نفتی ما را در بر بگیرد. اما آنچنان دچار بیمهری مسئولان شده که سوزندوزی بیکیفیت و ارزان قیمت کشورهای همسایه کم کم دارد جای آنها را در بازار می‌گیرد. مشکلات زیادی برای خانم‌های سوزندوز بلوچ وجود دارد، از قبیل تعلق نگرفتن بیمه بازنشستگی فقط به این دلیل که آنها نیروی پنهان کار در خانه هستند و زحمتشان دیده نمی شود. خانم‌های سوزندوز روزانه 6 تا 8 ساعت در خانه کار می‌کنند و انصاف این است که کار آنها با ارزش و رسمی شمرده شود. در نهایت باید بگم هدف ما از بیان این مسائل بهبود شرایط هنر سوزندوزی بلوچ و هنرمندان این صنعت زیبا بود. اما هدفی بزرگتر و اصلی‌تر پشت اینها وجود دارد. موضوع اصلی ما بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار، بی سرپرست و بد سرپرست بود تا با بهبود شرایط زندگیشان زمینه را برای گسترش تفکر و آگاهی افزایش دهیم. تفکر و آگاهی که منجر میشه به جلوگیری از کودک همسری، چند همسری و خیلی دیگر از آزارهایی که در این اجتماع دامنگیر زن هاست. ما این را میدانیم که فکر و اندیشه و کتاب جایگاهی بعد از نیازهای اولیه انسان و وضعیت معیشتی او دارند. بنابراین تلاشمان بر این است که با بهبود ذره‌ای از این مشکلات اقتصادی و معیشتی برای زنهای سوزندوز زمینه را برای نجات آنها از فقر اندیشه و عدم آگاهیشان به حقوق انسانی فراهم سازیم. باشد که روزی تمام زنان این سرزمین از حقوقشان آگاه باشند و بدانند بسیار قابل احترام و توانمند هستند.